همسال 5 اکتبر همچون روزی زبان دولتی قید کرده می شود و باید گفت که زبان دولتی در قطار کنستیتوسیا، پرچم، نشان، سرود ملی، پل ملی یکی از مقدسات ملی به حساب می رود. مخصوصا در این روز با استاد سعید امیر امینوف عضو وابسته اکادمی تحصیلات تاجیکستان یک صحبتی رویم. استاد شما خوش آمدید به استودیوی ما. اولا استاد شما رو با روز زبان تبریک میکنیم. تشکر شما تبریک میکنیم. سلامت باشید. و باید گفت که اگر به تاریخ نچندان دور زبان تاجیکی نظر افکنیم، روز 22 ایولی سال 1989 در جلسه شورای عالی تاجیکستان قانون زبان تاجیکی قبول گردید و از همان روز زبان تاجیکی مقام دولتی گرفت. از سال 1989 تا سال 2009 این روز یعنی روز 22 ایول همچون روز زبان دولتی قید می‌گردید و سال 2009 مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با مقصد تکمیل قانونگذاری قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی را قید کرد و از همان روز 5 اکتبر همچون روز زبان دولتی قید کرده می شود. و استاد ما با شما دایر به بعضی مسائل تعلیمی زبان تاجیکی در مؤسسات تعلیمی حرف میزنیم، ولی من اول میخواستم که شما دایر به همین ماهیت جشن زبان دولتی چند عقیده خود را ابراز دارید؟ طوری که حقیقتا شما فرمودید جشن زبان بیهوده نیست و مقرر کردن جشنگیری عید زبان از طرف جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی بیهوده نیست، چون که همه چیزها را قانونی کردن در کل. چون وقتی که درباره زبان حرف میزنیم باید گذشته را یک کمک یادآور شویم. در زبان سابق شوروی حقیقتا به زبانهای ملی به خصوص زبان تاجیکی دقت جدی داده نمیشد و هر وقتی که در نقشه های تعلیم رو بعد از استقلالیت ما خودمون تهیه میکردگی شدیم. سابق از همین مسکو چطور که می آمد در اونجا نوشته شدگی بود. ساعت‌های زبان روسی، متماتیکا، طبیعت شناسی و فلان ها را کم کردن ممکن نیست، فقط میماند زبانی تاجیکی. یعنی هر بلایی که در نقشه تعلیم کم کردن ساعت می آمد بر ساعت زبان و ادبیات میزد. از این رو گاه همین نقشه های تعلیمی ما را ببینیم، گاه در صنف 9 زبان تمام می شود، در صنف 10 و 11 زبان نیست و گاه پیدا می شود. خلاص همین که وضع زبانمون چندان خوب نبود. کتاب های قدیمه ادیبان کلاسیکی ما نشر نمی شد به اندازه لازمه. یعنی غمخواری نسبت به زبان احساس نمی شد. زبان تاجیکی به قول بعضی عالمانمون به زبان خانگی تبدیل یافته بود. شکر خدا که بعد از استقلالیت دولتی به دست آوردن کشورمان صاحب پیدا کرد، زبانمان صاحب پیدا کرد. یکی از اساس قانونی گرفتن زبان آن است که در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در ماده 2 آمده است زبان دولتی جمهوری تاجیکستان زبان تاجیکی است. حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد حکومت کمیته زبان و اصطلاحاتی نزد حکومت جمهوری تأسیس داد. این هم از آن غمخواری دولت است که درباره زبان تاجیکی که تا اینکه همین زبان تاجیکی به اصلش نزدیک شود. اکنون به سوال شما همین خیلی جواب هست که استقلالیت که امکانیت را فراهم آورد، ما باید تمامی جهت‌های قانونی حل شدگی ما باید کار بکنیم که همین فرموده ها و بنده های قانونی جمهوری تاجیکستان در زبان دولتی جمهوری تاجیکستان را اجرا کنیم. وابسته به همین ما را لازم اومد که نقشه های تعلیم را خودمان تهیه کنیم و از سال 1994 نقشه های تعلیم
چاپ شدن گرفت و تا به امروز چاپ می شود. کتاب های درسی باید خاطر رسان کنم که اولین لایحه‌ای که دایر به مکاتب در تاجیکستان فعالیت کرد این لایحه بانک آسیایی رشد بود که به واسطه اولین لایحه و به واسطه جناب عالی سروری این را خودشان به ذمه گرفته بودند. بعد از تمام شدن این لایحه بعد لایحه های دیگر با تمام مبلغ هایش به دوش وزارت معارف و علم گذاشته شد. ما در همونجا در لایحه ما چیکار کردیم؟ در لایحه بند آمده بود که وابسته به تعلیم دو فن فیزیک و فن زبان تاجیکی آزمون اعلان کرده. در اساس آزمون کتاب‌های درسی تهیه و چاپ شدند. انا همین در لایحه ما کار کردیم که من بعد در لایحه‌های دیگر چندان مطابق این انجام نشد. فرض کردیم کتاب‌های زبان تاجیکی صنف 5 6 7 8 9 10 11 آزمون اعلان کردیم برای نوشتن. در صنف 5 صنف 6 صنف 10 کتاب‌های ورناکی پیدا شد، الترناتیوی. این کتاب‌ها در ناحیه‌های رشت، راشقله، مچای کوهی، عینی و کولاب، شهرهای قرغن‌تپه، شهر دوشنبه، شهر خوجند از آزمون در 1.5 سال گذشت. در هنگام بها دادن آموزگاران مؤلفان حقوق نداشتند که در اونجا اشتراک بکنند. مخصوص شخصانی بودند که به همین کار متصدی. خلاص کلام یک اندازه یک تکانی خوبه برای تهیه کتاب‌های زبان پیدا شد. اکنون امروز چی؟ امروز همان نقشه‌های تعلیم تکمیل داده شده است. ساعت‌های زبان و ادبیات موجودند، هم در حالتی که همان استاندارد را قناعتمند میکنند. اکنون تا چه اندازه این کتاب ها به صلاحیت ناکی مطابق است و چی گونه با برنامه های تعلیم مطابق است، یک هیئت مخصوص با سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف این چهار را سنجیده ایستادند و بهایش را میدهند. فقط همین قدر گفتنی من هستم که از نگاه دیداکتیکی، از نگاه پداگوژی بسیار بعضی جاهایش چندان خوشایند نیستند. انا اکنون ببینید حاضر من یکی از مؤلفان استاندارد تحصیلات، استاندارد زبان ادبیات برنامه، لیکن من از بسیار چیزهاش راضی نیستم. چون وقتی که ما این رو در اصل تهیه کرده بودیم اون دیگر خیلی بود و بسیار استاندارد و برنامه مخلوط شده رفتن و بعضی مسئله هایی که امروز در تعلیم و در کتاب های درسی باید انعکاسی برجسته داشته باشد از این استاندارد بیرون مانده‌اند. اکنون بله، کتاب هایی که ما از آزمون گذرانده بودیم، آزمون 1.5 ساله، اونها وابسته به همین کاملا به طلبات زمان نو مطابق گردانده شد. ما اونجا صلاحیت ناکی نگفتیم در زبانه، مناسبت های ارتباطی، کمونیکاتیوی. انا در همین کتاب های صنف 7 8 و 10 مناسبت کمونیکاتیوی دیده می شود. مناسبت کمونیکاتیویش همین که در این کتاب ها اکثرا نظریه، گراماتیکا بعضا در جای دوم قرار گرفته است. فرض کردیم در کتاب زبان تاجیکی صنف 10، من نمیگویم که این کتاب بسیار کتاب عالی و از کمبودی عاری است. البته
قریب 45 سال میشد من مؤلف کتاب و برنامه که کار دارم تا حضور 50 پاییزش نفهمیدم. مخصوصیت کتابی درسی نوشتن آسان نیست. انا کمبودی دارد، لیکن همه همین ها در اساسی اما مناسبت کمونیکاتیوی یگان قاعده گراماتیکی ندارد. از سوال و سپارش باید هم معلم اول خواننده بعد معلم باید همون تعریفش رو گوید. زبان باید داند اول، نه گراماتیکا. رسول خدا تو یک گپش هست. من میگم در آینده یک کتاب بنویسم که نه بلکه گراماتیکا پیش زبان آموزی رود، بلکه زبان آموزی اول بعد گراماتیکا بیاید. با اصطلاح دیگر یکی از عالمان مشهور روس متدیس میگوید که گراماتیکا باید زبانی خواننده را، نوشته خواننده را تحریر کند. فرض کنیم یعنی همین مبتدا در رویش نآمده است، اول تعریفش را میدوند آن کلمه که فلان فلان فلان، لیکن در نطق نوشتهش استفاده برده نمیتواند. انا گراماتیکا میگه در همین حالت باید نوشته را تحریر کند. امروز چی؟ امروز کتاب های ما را بعضیش را کشاید. من افسوس که نآوردم. یا 16 مشق فقط خوانید، جمله پیرو رو معین کنید. سپارش جمله ها رو خوانید، جمله پیروی معین کننده رو معین کنید. جمله ها رو خوانید، جمله پیروی پر کننده رو یاد به زیرش خط کشید. این کتی زبان آموزی میشه. هیچگاه آخر سال گذشته من یک گروه به مکتب های فیض آباد رفتیم که گفتیم که ببینیم که همین چی نتیجه داده باشد. یکی بعد خواهش کردم که یکی از معلم های بهترینی که در همین صلاحیت شما بهتر می‌حسابید، ما سنجش نمی‌کنیم، می‌آموزیم. رفتیم 1 ساعت در درس زبانی صنف 10 مکتبش نگویم، صنف 10 نشستیم. اتفاقا موضوعش نطق مرتب بوده است. در همین 1 ساعت یک جمله گفت معلم، همین یک جمله که مبتدا و خبرش کدام درس تمام شد. باید من بعد کتاب‌های درسی در اساس همین طلبات کمونیکاتیوی تعلیف شوند. یک چیزی دیگر فرض کردیم که یکی از متدیستانی مشهور روس لوو که وی تحقیقات بی‌واسطه در مکتب خودش گذراندگی، در اثرش می نویسد که خواننده صنف ابتدایی، صنف یکم، بچه‌ای که به صنف یکم می آید، وی در ذخیره لغویش از 3 تا 7,000 کلمه موجود است. از 3 تا 7,000. خیلی بچه‌هایی که در باغچه‌ها هستن و اینا بسیار البته ذخیره و یا بلند است. هم بچه‌هایی که در عائله خودشان و در باغچه نبودن، ذخیره لغوی اونا البته کمتر است. خیلی به حساب بگیرید، حساب میانه کجی 4,000. اکنون به مکتب می آید. وقتی که به مکتب می آید میگوید، پیشنهاد میکند که در هر یک درس زبان باید کمش 3-5 کلمه نو آموزد. درست است؟ اکنون من همین حساب کردم. حساب کردم که اگر 3-5 کلمه نو آموزد در صنف 2 330 ساعت، اگر هم تو ضرب بزنیم به 330 1650 کلمه میشه. خلاص حساب کردیم ما با ذخیره همین کلمه که فرموده است 9230 کلمه باید وقتی که مکتبی ابتدایی را تمام میکنه، زینه ابتدایی را باید داند. انکو جمعی 4,000 چند هزار میشه؟ 12,000. انکو بینید و میگوید که در صنف های 5 و 9 تا 4-5 کلمه را زبان و ادبیات هست. این جمعش از 5 تا 9 306 ساعت.
سه صنفش 102 ساعتی، دو صنفش 68 ساعتی، 306 ساعت. این میشد برادر 2030 کلمه. در مجموع 12802 کلمه میشد فقط از درس زبان خوانیش. انکون بینید او این باید نوشته تواند. در هر موضوع اینقدر ذخیره لغت میشد باید نوشته تواند. ببینید گوگل نویسنده ایروز همگی 10,000 کلمه استفاده برده است. شکسپیر 15-20 هزار، به یک حساب 15 تا به یک حساب 20 هزار. یسنین 18,890 کلمه، پوشکین 20,000 کلمه، استاد عینی 21,000 کلمه. مرحمت. و این لغت آموزی تنها به درس زبان ادبیات محدود نمی شود. لغت آموزی بیولوژی هست، شیمی هست، فیزیک هست، تاریخ هست و مثلا اصطلاحی نو می آموزد که. و این میدونید چی؟ باید از این نویسنده ها زور شود. چرا این خیر؟ سوال چرا این خیر؟ لیکن بهترین کتاب را نویسید و پیشنهاد کنید، معلم کار نکند هیچ است. معلم ها کار نمیکنند. این انیق من میگویم. همین نبیره ها میخواند انیق معلمی هست که آدینه عینی رو نخوانده از خودش، دانشگاه رو تمام کرده. وی ادبیات درس میتید و وی زبان درس میتید. و معلم های صنف های ابتدایی لغت یاد نمیدهند. عیب معلم است. وزارت چی؟ وزارت رفته کار میکند می. یا حکومت رفته کار میکند می. عیب معلم است. عیب عائله است. همین دو چیز. عیب معلم صنف ابتدایی. کنی در مکتب جانشین هست. آمده همین نظامنامه و آیین‌نامه همه اسناد معیاری حقوقی هست. استاندارد هست در صنف‌های ابتدایی. همین گفتگی همین گفته. چرا نمیسنجند؟ باید به این معلم و عائله جواب دهد. بله عائله هایی هستند که عموما نه پدرشان نه مادرشان روزنامه نمیخوانند. عالمایی هستند که تنها به خاطر آن روزنامه میخوانند که مقالهشان چاپ شده باشه. با این احوال ذخیره لغت به می شود، زباندان می شود، هیچگاه نمی شود. یک نکته دیگر، همین چندین سال شد که همین کتاب های درسی در اساس مبلغی همون وی تهیه می شود و پول بر می گردد. همین من فکر می کنم که زندگی مردم یک اندازه بهتر شدگی. همین را شاید یک باره در مغازه های کتاب فروشی در هر شهر فروخته شود، البته نرخش را دولت نظارت کند. بعضا کتاب های هست که مهلت سالهایش گذشتگی، 20 سال گذشتگی، 15 سال گذشتگی، همین کتاب ها را که همین 100 بار دوختگی، نوزم بلاد اگر غلط کنم همین مصور، خودی که مصور قطی اشغال آوردگی برین همین میفروشن. همین چی میشد که همین مسئله را یک بار ببینم. و حتی خواننده هست استاد که در مدت یک سال کتاب نو رو چنان به احتیاطانه استفاده می‌برد که در یک سال فرسوده می شود، حالا که باز دیگر سالاش مایل شد. کاملا درست. اصلا من دایر به زبانی کتاب‌های تعلیمی خصوصا در از فن زبان توجیه گفتم که شما را که مفصل گفتید، ولی یک مسئله دیگر است دایر به زبانی دیگر فن‌های تعلیمی، دیگر کتاب‌های تعلیمی. فرض کنید کتاب‌هایی که وابسته به ریاضی هستند، طبیعی هستند، و گپ در سر اون که مثلا حالا هم بعضی نفرها شاید بعضی معلم‌ها حتی میگویند که بعضا زبانی همین اثرها نافهمه است. زبان کتاب‌هایی که از دیگر فن‌ها هستند، فن‌های گومانیتر نه. در این مسئله چگونه؟ من همین دوم مسئله گفتنم همین که مسئولان رو لازم است که در انتخاب مؤلف
احتیاطکار باشند. هر کسا عنوانی کلان دارند، درست است، و یا دایر به نظریه عنوان گرفتند، نه دایر به متدیکای تعلیم، نه دایر به کتاب نویسی. اصلی غلط از اینجا می رود. هر کسی که خواهند دوره های پیش همی خیلی بود، رفیق می دوست می بیا مؤلف کتاب شو. این کتاب چیزی نیست که هم تو در یک سال نویسی، کمش در یک کتاب نوشتن 2-3 سال در کار. دایر به این گفتهاتون من یک مقاله نوشتم، نمیدونم چاپ شده باشد یا نه. اندیشه من قریب به اندیشه شما مانند است. من این کتاب ها را دیدم، میبینم، میخوانم. فرض کردیم بعضا کتاب های آناتومی، بعضی کتاب های متماتیک، همه عیناً ترجمه روسی است. ترجمه ای که مثلا نه خواننده بعضیش میفهمد، نه معلم. من پیشنهاد کردم که اگر ممکن باشد بهترین کتاب روسی را از فنهای دقیق که این کتاب ها حتما آزمایش مکتبی را گذاشتم. کتاب های روسی 4 وریانت دارد، زبان روسی 5 وریانت دارد، 5 فرض کردیم. همین کتاب های فنهای دقیق بهترینش با وزارت معارف و علمی روسیه مشترکاً مصلحت کرده رازگی و یاکت بگیرن و یک مؤلف خودمون هم مؤلف شود. ها زمینش بعضیش تاجیکی میکند، ملی میکنند. این خیلی کتاب ها پیدا شود، این 100 بار بهتر. من با باوری کامل میتوانم گویم که یگان معلم متماتیکای ما یا فیزیکای ما 1000 مسئله خودش ترتیب نمیدهد. ترتیب نداده است، نمیدهد. همین روسی ترجمه میکند. از همین نگاه زبان این کتاب ها حقیقتا مشکل است، مرکب است. این کتابی درسی دیسرتاسیا نیست. کاملا دیگه چیز است. اگر همین خیلی نباشد، من مؤلف کتاب، من مؤلف استاندارد، من مؤلف، این برای تعریف هم نه. نخواد که با من مقارز نویسد که کلمه این فرازیولوژیسم ها را به جای فرازیولوژیسم ها واحدهای فرازیولوژی استفاده بردن در کار. تا به همین اندازه این مرد کرخ که هر ماند متخصص گپ گوید، وقتی که واحد فرازیولوژی گفتید، این واحدهای فرازیولوژی به 4 نوع جدا میشد در مجموع. بله، این خاصی مکتب عالی است، خاصی مکتب میانه نه. به همون مؤلف فی مقرز رساندنی هم که کتاب‌های زبان روسی برای مکتب‌های یک بار میکروسکوپ ذره‌بین که بیند که فرازیولوژی یدینیتی هست یا نیست. اگر که این خیلی باشد، پس کتابی همون مکتب عالی اکادمیکی برایت مکتب تعلیم دادن گیرید. برای همین تکرار و تکرار میگویم که در انتخاب مؤلف باید احتیاط بود. و اصلا استاد اگر در مجموع گیریم از روی مشاهده، در مجموع همین زبانی همه کتاب‌های درسی تکمیل یافتگی است نظر به شاید چند سال پیش؟ البته خیلی تکمیل یافتگی است. مثلا کتاب شیمی، فرض کردیم همین یک هست مؤلف کتاب شیمیک، از بعضی زبانشناس ده زبان بهتر میدوند در دانشگاه آموزگاری. البته بعضی کتابا زبانش تحریف شده است، لیکن به هر حال همین اصطلاح‌های تکنیکی هیچ چیش نیافت، جای حقیقیش نیافت. فرض کردیم حاضر دیلای شخصیه پرونده میگویند. من مثلا کاملا مقابل، وقتی که فرهنگ ها رو صحیفه میزنید، قبل از همه معنای این دیلای جنایتی میبیاد پرونده. نخواد زبان همین خیلی زبانی تاجیکی با همه بایگری، با همه فصاحت، با همه شیرینی فلان نتواند که مثلا یک کلمه شینم یابد. زبانی تاجیکی بسیار بای است، بسیار غنی است. در یک اثرشان هادی زاده 90
مرادف کلمه مرد را استفاده بردن. یه کمبغل می زبان مرد وفات کرد، هر 90 مرادفه. این زبان در حقیقت غنی و باید فقط دانستن در کار، توانستن در کار، کوشش کردن در کار. و استاد یک چی به دست ما افتید، یک مجموعه شما بزرگان درباره زبان تاجیکی، یعنی اینجا طوری که ما دیدیم به مشاهده رسید از همون دایر به سخنان بزرگان درباره زبان تاجیکی گرد آورده شده است. این خیلی من گم میکنم برای همه خوانندگان موافق است، برای همه سن و سال، هم برای خردسالان، هم برای نفرانی که شاید که در دیگه سو هستند ولی میخوان که درباره زبان تاجیکی معلومات داشته باشند. تشکر. یک چیز نگفته ماندم که وابسته به آموزش زبان به جز کتابی درسی برای خواننده هیچی نیست. اگر اثر بدیهی را استثنا کنیم که حکومت جمهوری غم این خورده این کار برامون، و چرا مؤسسه های متصدی کتاب های دیداکتیک نمی نویسند، متدیکش نمی نویسند، فرهنگ نامه ها نمی نویسند. فرهنگ لغت املا نداریم برای مکتب های، مرادف ها نداریم برای مکتب های. این واسطه میشد برای خواننده، واسطه تعلیمی الهوگی. برای همین نیست. من این کتاب نه سپارش پرزیدنت اکادمی تحصیلات است، نه سپارش وزارت کتی. من دیدم که در ملت های دیگر همین چیزا هست. دیرتر سر کردم و به هر حال این کار اولین بود، سر کردم. نصیب باشد به مناسبت 30 سالگی استقلالیت این وسیع‌تر می‌گردد اگر اکادمی تحصیلات غمی چاپش را بخورد. و این چیز در هر لحظه در کار، هم برای آموزگار، هم برای مکتب بچه، هم برای مؤسسه ها. مثلا مؤسسه هایی که غیر زبانی اند و میخواهند که یگان آویزه به مناسبت همین چیزها. بعد یک چیز دیگر، اگر همین اقتباس ها را، گفتارها را با دقت بخوانند، به نفاست زبان، زیبا بودن، نازک بودن زبان تاجیکی سرفر می روند. مکان پیدایشش اصلا در کجا پیدا شد؟ خب تاریخ زبان بسیار مسئله هایی هست که در اینجا هم وطنی، نماینده های بزرگان وطنی، هم بزرگان خارجی تا اندازه‌ای که من به دست آوردم. و استاد ما خیلی شدیم که هرچند امروز روزی زبان است ولی شما با بعض مشکلات تعلیمی زبان دخل کردید و این البته چیزی مهم است برای آموزش زبان، خصوصا از صنف‌های ابتدایی، حتی از سن تا مکتبی تا زینه صنف‌های بالای مکتبی. و به هر صورت طور شما هم گفتید خیلی موفقیت‌ها هست ولی باور داریم که در آینده نزدیک باز این چیزها هم بعضی جزئیات‌ها اصلاح می‌شود و هم تعلیمی زبانی دولتی، هم برنامه زبان دولتی، هم زبانی اثرهای زبان دیگر فن‌های تعلیمی که با زبان تاجیکی است البته در آینده نزدیک فهمو می‌شود، به همه شیوا می‌شود. و پیش از همه اگر که فکر می‌کنیم اگر هر شهروند، هر خواننده، حتی هر نورس زبان مادری رو دوست دارد و طوری گفتید که مثال آوردید که از زمان هر یک درس چند کلمه از یاد کند و البته خودش یک ثروت زیاد لغت برای خود میگیرد تا سنی البته نورس، تا سنی کلان شدن، تا مکتب رو ختم کردن. اگر اجازه شما من در خاتمه همه هموطنان را من جمله آموزگاران، خوانندگان را به مناسبت روز زبان صمیمانه تبریک میکنم. برایشان صحت سلامتی میخواهم و از همه پدر و مادران، خوانندگان و معلمان تمنا دارم که غمی زبان تاجیکی را باید بخورند، چون که زبان این هستی ملت. آخر بسیار ملت های هستند که زبان ندارند. همین من بنگلادش ببینید چند میلیون اهالی زبان ندارد، انگلیسی زبانشون. برای همین دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تمام شرایط را مهیا کرده است، از این باید استفاده ببریم.
سلامت باشید و با شما نیز روز زبان رو مبارک میگیم و اون نقشه‌ای که دارید در بابت تکمیل اثر و در بابت من همین تکمیل همین کتاب ما با شما فقط می‌خوایم رسید و باز در این باره باز ما با شما صحبت حتما خواهیم کرد. با شما نیز روز زبان مبارک و دوستان عزیز، این بود یک صحبتی ما با عضو وابسته اکادمی تحصیلات تاجیکستان سید امیر امینوف وابسته به روز زبان تاجیکی و واقعا روز زبان تاجیکی به همه شما مبارک باشد.